یک چیزی برخورد کردم، چون اغلب میبینم که مردم مسلمانی رو به یه ظاهری، به یه نقشی رو پیشونی، یه ظاهری روی صورت، یه ظاهری روی نمیدونم کلمات، اینا نیست. پرسیدن هیچ کدوم از این ظواهر اعم مثل دعا خوندن و این ظواهر رو هیچ کدوم حضرت تأکید نکرده باشه. 10 تا صفت ذکر کرده که مؤمن این 10 تا صفت رو داره. لا یتم عقل امرئ الا بعشر. حالا عقل و ایمان اینا رو در واقع در یکی به صورت دیگه هم گفتن. هر 10 تاش یه دونش نیست که مثلا این نصف شب و بلند شه مثلا فلان سوره فلان 50 دور بخونه به ازا وقعه ختم بکنه، اصلا این چیزا نیست. اولیش چیه؟ اولیش این است که الشر منه مأمون. این آدم مردم از شرش ایمانه. این صفت اهل ایمانه. کسی نمیترسه که این شرش به ما برسه. الخیر منه مأمول. خیرش هم مردم امیدوارن. نمیگن مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. به خیرش امیدوارن، یعنی احتمال میدن که من برم اونجا کار من انجام بدم. یستقل الکثیر عن نفسه. 1000 تا کار بکنه هیچ حساب نمیکنه. این سعدی نازنین میگه که من اگر 1000 طاعت بکنم گناهکارم. تو 1000 خون ناحق بکنی و بیگناهی. از خودش 1000 کارو هیچ حساب میکنه. یستقل الکثیر عن نفسه من نفسه و یستکثر القلیل عن غیره. از غیر اون زیاد میکنه. لا یمل من طلب العلم. از طلب علم ملول نمیشه. این خیلی صفت مهمیه که یکی از نشانه های عالم اینه که دائما میخواد چیز یاد بگیره. این لا یمل من طلب العلم. لا یسأم من حاجات الخلق. از حاجات خلق هم خسته نمیشه. این میاد اون میره، اینا آقا این کارو برام انجام بده. تا اونجایی که میتونه هیچ وقت خسته نمیشه که برو آقا دیگه مثلا تغییری نمیکنه. حاجات مردم رو تا اونجایی که میتونه برآورده میکنه. عزت اشبت که با بودن خدا رو بر هر چیزی ترجیح میده. اینا رو یکی یکی ذکر کرده که فقر رو ترجیح میده با اینکه با خدا باشه یا اینکه ثروتی پیدا کنه که با اون نباشه. عزت رو با خدا ترجیح میده، بدون او رو ترجیح نمیده. ترجیح میده که هر صفتی هست با حضور الهی درش حضور داشته باشه و دنبال شهرت نیست. خمول براش بهتر است از شهرت، محبوبتر و مطلوبتر برای شهرت. و آخریش هم این است که العاشره و ما ادراک ما العاشره. دهمیش چیه؟ دهمیش اینه که ان لا یرا احدا الا و یقول هو خیر منی. هیچ کس نمیبینه الا اینکه میگه این بهتر از منه. اینم نشونه خوبیه که هر کسی بگه آقا به هر کی نگاه میکنیم بازم قربون خودمون. یه کسی میگفتش که به هر کی نگاه میکنیم بازم قربون از همه بهتریم. آدم نباید خودشو ببینه به هیچ روی، با بهترین اعمال هم نباید خودشو ببینه. بنابراین اگر که ما بخوایم کار خوب بکنیم، کار خوب، این عالم پر از کار خوبه، پر از اوکازیونه، پر از استفاده از سود. این زمینای مثل یه شی دارن میفروشن نمیخرن مردم. زمینای دلها رو بخرین. این زمینا مال جمع میشه آخرش میراث یکی دیگه است. اما زمین دلها رو یه 4 متر زمین بخرین که این دل رو من آباد کردم، این دل غمگین بود، من درش تخم محبت کاشتم، سبز شد، الان با محبت شده، گرم شده، زندگیش بهتر شده. زمین دلها رو ما، این عالم پر از اوکازیونه. انشالله کار بکنیم، هممون کارهای